سلام، چند دقیقه ابتدای این ویدیو خلاصه بدون اسپویل کتاب ودا با اسلحه هست و در ادامه این ویدیو میریم سراغ توضیح کل داستان. چیزی که میتونم بهتون بگم توی بخش بدون اسپویل کتاب اینه که یک جوان آمریکاییه که کتاب راجع به یک جوان آمریکایی و از زبون اون روایت میشه که توی جنگ جهانی اول میاد و به ارتش ایتالیا میپیونده به عنوان راننده آمبولانس و حالا روایتی که داره توضیح اون چیزایی که میبینه در جنگ و جلوتر روایت علاقه‌مندیش به یک دختر پرستار. چیزی که میتونم بهتون بگم تا اینجاست. واقعا این نکته جالب که وجود داره اینه که خود ارنست همینگوی نویسنده کتاب خودش توی جنگ شرکت کرده، توی جنگ جهانی اول و چیزهایی که برامون روایت میکنه چیزایی که خودش دیده و حتی یک حادثه‌ای که برای فردریک هنری یعنی همون نقش اول داستانمون پیش میاد، یه حادثه که واسه خود ارنست همینگوی پیش اومده. خیلی جالب بود که می‌خواستم حتما بهتون بگم. خیلی قشنگی، کتاب خیلی قشنگیه. نیمه دوم یا شاید بهتره بگم 100 صفحه آخر کتاب خیلی ریتمش کنده ولی خیلی قشنگه. یعنی کتاب رو که میبندین یا جورایی متوجه میشین که چقدر خوب بود که اصلا ریتمش کند بود و خیلی دلتون میخواد که ادامه پیدا کنه، یعنی بگه بیشتر بگه، ولی خب کتاب تموم میشه توی یک نقطه‌ای و اینکه وقتی کتاب میبندیم اسم کتاب خیلی با اون 100 صفحه آخر کتاب خیلی عجین شده انگار و دلتون میخواد که با همون ریتم کندی که داره بخونیدش. اینو میگم چون که خودم خیلی عجله داشتم واسه تموم شدنش اون اواخر، چون که حالا چیزی توی ذهنم بود و نگرانی اونو همش توی کتاب داشتم و دلم میخواست زودتر بخونم ببینم که اون چیزی که توی ذهنمه پیش میاد یا نه. برای همین خیلی عجله خوندنش. ولی بهتون پیشنهاد میکنم که حتما با آرامش و با همون ریتم کتاب پیش برین حتما. و همین دیگه، بریم برای بخش دوم و توضیح کل کتاب. خیلی خلاصه البته. خب بچه‌ها خوش اومدید مجددا، چون میدونم که یه سری از شما قرار نیست که اینجا رو ببینید. اون سری افرادی که میخوان برای خود کتاب بخونن احتمالاً فعلا سراغ این ویدیو نمیان. اینجا برای شمایی که نمیخواین کتاب بخونین، میخواین خلاصش رو بشنوین یا کتابو خوندین میخواین به اون حال هوای کتاب دوباره برگردین. خب همونطور که داشتیم میگفتیم ابتدای ویدیو، کتاب در مورد فردریک هنری یعنی از زبون اون روایت میشه. یک جوان آمریکاییه که به ارتش ایتالیا پیوسته و به عنوان راننده آمبولانس اونجا مشغول. یک دوستی داره، یه کشیشی دوستشه و یک دوست دیگه، یعنی 2 تا دوست داره که برامون تعریف میکنه. اون دوست کشیشش که نه، اون یکی دوستش از این آدمایی که خیلی دختر بازن و اینا و خیلی رفت و آمد داره به حالا اون خونه هایی که برای سربازا آماده که نه که مشخصا برای سربازا باشه، ولی خب یه سری فاحشه خونه ای هست که سربازا برن و حالا اون نیازشون رو برطرف کنن و بیان تمرکزشون رو روی جنگ بذارن. این دوستش خیلی به اونجا رفت و آمد داره و به دنبال اینجور چیزاست کلا. و یک بیمارستانی که نزدیکی این خوابگاه ماننده که واسه سربازا آماده کردن، یک ویلاه، تازه یک سری پرستارها رو از انگلیس آورده که اونجا مشغول به کارن و دوست فردریک رینالدی، فکر می‌کنم اگه اشتباه نگم اسمش رو، میاد برای فردریک تعریف میکنه که 2 تا دختر پرستار هستن که خیلی خوشگلن و من از یکیشون خوشم اومده، بریم ببینیمشون. و حالا فردریک رو میبره اونجا و فردریک عاشق یکی از اون پرستارا میشه که اسمش کاترینه و حالا خیلی خوشش میاد ازش. اول داستان خیلی اینجوری نیست که بهش بگه که یعنی پیش خودش بگه که من عاشقشم و اینا، ولی دوست داره که دوباره ملاقاتش بکنه و یه سری ملاقات‌های اینجوری با هم دیگه دارن تا اینکه یک عملیاتی در واقع یک محله دورتریه که اینا باید برن مأموریت و فردریک میگه که میام میبینمت و قراره یعنی پیش خودش اینجوریه که دوباره برگرده و بهش سر بزنه و ببینتش. این عملیاتی که فردریک میره و بیشتر سربازا در واقع میرن به سمت اون منطقه جنگی، فردریک توی این عملیات آسیب میبینه. از ناحیه پا خیلی آسیب میبینه، جوریه که زانوهاش نیاز به جراحی داره
و برش میگردونن به بیمارستان و برمیگردن به منطقه‌ای که دور از جنگ ذره و توی این بیمارستان بستری میشه و کاترین پرستار اون بیمارستان. به واسطه آسیبی که دیده و توی بیمارستان بستریه در واقع یک جورایی از محیط جنگی دور میفته. به مدت زمان زیادی مجبوره که توی بیمارستان بمونه و کاترین میاد اونجا و مدت زیادی با همدیگه اونجا هستن، یعنی همدیگه رو خیلی ملاقات میکنن توی این بیمارستان و اوقات خیلی خوبی رو با همدیگه دارن و در ادامه خیلی رابطهشون صمیمی میشه و یه جورهایی با همدیگه ازدواج میکنن، یعنی رسما پیش خودشون انگار که ازدواج کردن ولی نمیرن ازدواجشون رو رسمی بکنن، ولی خودشون رو زن و شوهر همدیگه میدونن و این علاقهشون روز به روز به همدیگه بیشتر میشه و اتفاقا فردریک دوست داره که برن ازدواجشون رو رسمی بکنن، ولی کاترین میگه که اگه این کارو بکنی از همدیگه دور میافتیم، منو از این بیمارستان ممکنه ببرن، خیلی نتونیم دیگه پیش همدیگه بمونیم و هم مشکلات این چنینی برامون درست بکنن وقتی که متوجه بشن که ما با همدیگه زن و شوهریم. و به این واسطه ازدواج رسمی با همدیگه نداره. مدت زیادی میمونه توی بیمارستان به واسطه پاش و تا درمانش صورت میگیره، فیزیوتراپی براش انجام میدن اینها و بعد مجبوره که به جنگ برگرده و یک جدایی از کاترین اونجا داره و برمیگرده به اون ویلای حالا مخصوص به سربازا و یک عملیاتی دارن بعد از اینکه حالا به جنگ برمیگرده و توی این عملیاتی که باید شرکت بکنن پیشروی میکنن، یعنی میفرستنشون یه منطقه‌ای که حالا باید بجنگن با اتریشی ها و وسط های جنگ تصمیم میگیرن خیلی از فرمانده ها که عقب نشینی بکنن، یعنی میبینن که اونا خیلی برتری دارن و دارن بیشتر پیشروی میکنن. خیلی از فرمانده ها تصمیم میگیرن که عقب نشینی بکنن و برگردن سربازها و نیروهاشون رو برگردونن عقب. که توی این ماجرا خب فردریک هم زیر نظر یک فرمانده‌ای که تصمیم گرفته که عقب نشینی بکنه. توی مسیر عقب نشینی و یک نکته‌ای که بگم اینه که کاترین بارداره و توی همون شهر مونده، توی ایتالیا اگر اشتباه نکنم میمونه و توی برگردیم به عملیات توی حین بازگشت یعنی عقب نشینی میرسن به ویلا و هیچکی توی ویلا نیست. فردریک با دو تا دیگه از نیروهاش، یه 2 تا آمبولانس دیگه، این خب سرپرست آمبولانس ها بوده، با 2 تا دیگه از آمبولانس ها همراهن و برمیگردن و میبینن که ویلا خالیه، یعنی اونا هم عقب نشینی کردن رفتن و اینا مسیر رو میگیرن و حین عقب نشینی توی مسیر خیلی ترافیک‌های زیادی ایجاد میشه، ماشین ساعت‌ها متوقف میشن، یعنی از روستاهای عبور میکنن که حالا متروکه شدن به خاطر جنگ، یه چیزایی برمیدارن، حالا خوراکی و مشروب و اینا برمیدارن و دوباره به مسیرشون ادامه میدن و اینجوریه که خیلی طولانیه، یعنی میگم ترافیک‌های متعددی داره و ساعت‌ها بعضی وقتا متوقف میشن و اینها. فردریک و تصمیم میگیره که به همراه اون حالا 2 تا آمبولانسی که همراهشه که مسیر رو دور بزنن، یعنی برن از لابلای روستاها و از اونجا عبور بکنن. این اتفاق وقتی که دارن از روستاها میگذرن آمبولانسشون و بارون بسیار زیادی میاد، یکی از آمبولانسشون گیر میکنه توی گل در واقع و هر کاری که میکنن نمیتونن بیرونش بیارن. توی این مسیر 2 تا سرباز، 2 تا فرد فکر میکنم سرباز باشن، خیلی یادم نمیاد، 2 نفر همراهشونن و در واقع از نظر طبقات نظامی زیر دست این فردریک هستن، ولی توی یک ارتش با هم دیگه، توی یک حالا محیط ارتشی اینا با هم نبودن و یعنی نمیشناسن، غریبن، ولی خب سوار آمبولانس اینا میشن که مسیر رو باهاشون بگذرونن. حین در بردن این آمبولانس فردریک خیلی میخواد که اونا کمک بکنن و اون 2 نفر میرن و میگن که ما باید حتما برگردیم به جمع و اون سیل آدم هایی که دارن میرن و اینجا نمیمونیم
و حینی که دارن دور میشن فرادریک هی میگه که بمونید و اصرار میکنه، دستور میده و قبول نمیکنه و به یکیشون میتونه شلیک بکنه، یعنی شروع میکنه شلیک کردن و یکیشون از پا در میاره و میمیره اون یک نفرشون و حالا یک نفرشون میتونه فرار بکنه. اینو میگم برای اینکه هم حال و هوا رو گفته باشم، هم از روحیات یک فرد به عنوان یک انسانی که حالا توی جنگ هم بوده، بسیار از این چیزها دیده قطعا توی جنگ و اینجور رفتاری ازش سر میزنه. ولی اون بعد عاطفیش هم که بعداً میگیم، یعنی میخوام بگم که یک فرد کاملا عادیه و شاید یک سری خشم‌های بیشتری داره نسبت به اینکه خب داره توی جنگ زندگی میکنه، البته شرایط جنگی رو باید در نظر بگیریم و اون عواطف و احساسات شخصیش رو هم داره و حالا بر ترتیبی هست میگذرن و نمیتونن ماشین ها رو در بیارن. یکم جلوتر که میرن کلا 2 ماشین دیگه هم گیر میکنن و مجبورن که پیاده به مسیرشون ادامه بدن. پیاده که به مسیر ادامه میدن از اون گروه جا موندن، یعنی اون گروهی که داشتن عقب نشینی میکردن. و البته فرادریک میگه که اگه میموندیم چه بسا هواپیماها و حالا اون بمب‌اندازها به همون حمله میکردن، چون که یک در واقع صف طولانی از آدم هاست و حالا ارتشی ها و آدم های عادی و اینها و نظرشون بود که کلا جدا بشن از اونها، ولی کلا گم میکنن اونها رو، گم میکنن از مسیرهای فرعی، شروع میکنن که جهتیابی بکنن تا بتونن خودشون رو برسونن به یک کشوری که امن‌تره. توی مسیر با 3 نفر همراهه، با 3 نفر همراهی که یکی از این افراد اینی که دارن فرار میکنن مورد تیراندازی قرار میگیره و میمیره و همونجا مجبور میشن که جاش بذارن و برن. این 3 نفر دیگه یعنی فرادریک و اون 2 نفر دیگه که همراهش هستن میرن، حالا روحیشون هم خیلی چیز شده تحت تاثیر اون فردی که مرده بینشون قرار میگیره و حالا به هر زحمتی که هست هی میرن. حالا توصیف میکنه که از چه مسیرهایی میگذرن، چه چیزهایی رو پشت سر میذارن و اینها. یک نفر دیگه از این 2 نفر تصمیم میگیره که بره و خودش رو تسلیم بکنه و به خاطر اون مرگ اون یه نفرم که باشون بوده خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و ترجیح میده که بره خودش رو تسلیم بکنه تا اینکه بخواد مورد هدف قرار بگیره. و این 2 نفر با هم دیگه راهشون ادامه میدن. یه جاییه که میرسن تقریبا به اون صفوف آدم ها و میبینن که آدم های زیادی هستن که دوباره دارن میرن و اینا، ولی توی این صف یه سری افراد وایسادن و افرادی رو که فرمانده ارتشی هستن و میکشن کنار و میبرن یه قسمت دیگه ازشون بازجویی بکنن. و این نکته هم که بگم اینه که فرادریک به خاطر اینکه توی اون جنگ عملیات قبلی آسیب دید و حالا مجروح شد و اینها یه مدال نقره دریافت میکنه و از این ستاره ها و نشان هایی که میزنن روی شونه‌شون. و توی صحنه‌ای که دارن عبور میکنن میبینن فرادریک رو و میکشنش کنار، میگن با ما بیا. فرمانده ها رو جمع میکنن میبرن یه قسمت دیگه و اونجا ازشون بازجویی میکنن که چرا عقب نشینی کردین، کی به شما اجازه داده که عقب نشینی کنید، بعد با میسادین مقاومت میگردین و اینا. و هر کسی رو که دارن ازش بازجویی میکنن میبرن و اعدامش میکنن، بهش شلیک میکنن. یعنی یک بازجویی در واقع نمادین و حالا فرمالیته است، قراره همه‌شون رو بکشن و به جرم خیانت به اینکه خودشون بدون اجازه تصمیم عقب نشینی گرفتن و چرا عقب نشینی کردن و خائنن و اینا. فرادریک اینو که متوجه میشه از این حالا جایی که قرار گرفتن فرار میکنه و خودش رو توی رود میندازه